دادگاه شهر خوجند روز 9 ینور به بازبینی پرونده تحقیق مرگ سعادت سلامو و هنرمند تئاتر به نام کمال خوجندی در ولایت سوخت شروع کرد. دادستانی حاتم آتابایف دختر مرکزی ولایتی علیه سیل و مهری یوسوپова دستیار آزمایشگاه یا لبرنگ چنین مرکز در شهر خوجند را برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبیشان که باعث مرگ انسان شده است مطابق کودکس جنایی تاجیکستان عیبدار اعلان کرده است. سعادت سلامو و هنرپیشه شایسته تاجیکستان و دختر هنرور شناخته سایرام ایسایوا 1 اپریل سال 2017 بعد حدود 2 ماه طبابت در خانه‌اش و بیمارستان در سن 50 سالگی در مرکز پیشگیری از بیماری‌های سیلی ولایت سوخت از خونروی مغز سر درگذشت. در پی تشخیص بیولوژی و کنسیلیوم مشاوره طبیبان معلوم کرده است که سلامو گرفتار بیماری سیل نبود و تشخیص سری وقتی و طبابت درست طبیبان می توانستند او را از چنگال مرگ نجات دهند. دلافروز صمد و نماینده جبردیده می گوید عدالت برقرار کرده شود، آنهایی که به کمبودی رو دادند جوابدار شوند و عموما چنین کمبودی هایی که جای دارند و بیواسطه به حیات انسان تاثیر میرسانند در ساحه طب پیشگیری کرده در آینده راه داده نشود. خانم صمدова در ارتباط به جریان تحقیق مرگ سلامو روز 9 ینور ورقه مطبوعاتی پهن کرد. او میگوید از همان روز اولی انتقال سعادت سلامو و 19 مارس سال 2017 که او را در حالت وزنین بیمارخانه شهر خوجند بردند، طبیبان در معلوم کردن بیماریش به اشتباه ره دادند. او را گرفتار بیماری های سیل و توبرکولیوم مغز سر اعلان و طبابت تعیین کردند. بعدتر هم تشخیص بیولوژی آشکار کرده است که بلغم تشخیص شده اصلا به سلامو نه بلکه به کسی دیگر تعلق دارد و اشتباه اساسی طبیبان هم در تعیین طبابت به سلامو از همین جا سرچشمه میگیرد. ولی دوران معدمینوف مدیر مرکزی ولایتی پیشگیری اهالی از بیماری سیل میگوید برای از چنگال مرگ رهانیدن سلامو هرچی از دستشان می آمد کردند. طبابت درست برای اینکه نوبت از اون که داروهای ضد سیلی میگیرد نمیگیرد یکمش اینکه حالت بیمار که وزنی بود اساسی همون حالت برآوردن بود، یعنی رانیماسیون مریفیاتی همون احیاگردانی که تمام متخصصای چیزی که اونجا آمده تعیینات کردن همه متخصصا همه و اجرا شدگی صفایی. اما باز هم از گفته طبیبان این مرکز معلوم می شود که سعادت سلامو تا بخش احیا انتقال یافتن با دارو و درمانهای علیه بیماری سیل فرا گرفته شده بود. راحت شادیبای و مدیر مرکز پیشگیری اهالی از بیماری سیل در شهر خوجند تشخیص را که به سعادت سلامو گذاشته‌اند درست می داند، ولی او میگوید آن تشخیص را بر پایه بلغمی انجام دادند که به آنها برده بودند. بگاه روز 9 ینور در حالی که این گزارش تهیه میشد دلافروز صمد و نماینده جانبی جبردیده گفت که بعد امروز دادگاه به بررسی پرونده مرگ سعادت سلامو آغاز کرده در روز اول تنها 2 عیبدار شونده را مورد بازپرسی قرار داد. او افزود که دادگاه 10 ینور مرافعه را ادامه خواهد داد.